وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد هداه عاد جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد خاب من افترى. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را در برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی در سوره طه در آیه 61 پیام دیگری دارد برای پیروان خود در کلام حمید و مجید. الله سبحانه و تعالی بیان می کند: وقد خاب من افترا. به تحقیق که شکست خورد افترا کننده. این پیام قرآن هست. قرآن مبارزه میکنه با شرک و با ظلم و با اشخاصی که بخواهن انسانها را فریب بدن و انسانها را دچار مشکلات بسازن. الله سبحانه و تعالی آنها را در این کتاب مبارک بیان میکنه و متوجه میسازه که این راهی که شما قدم گذاشتید راه شکست هست. این پیام قرآن هست: وقد خاب من افترا. شکست خورد افترا کننده، یعنی به تعبیر دیگر انسانی که کارش دروغ باشه، برنامهش دروغ باشه، ورد زبانش دروغ باشه، این انسان شکست خورده هست. انسانی که عادت به دروغ و افترا داشته باشه پیروز نمیشه. انسانی که عادت به ظلم و به شرک و به اینها داشته باشه پیروز نمیشه. وقتی نگاه میکنیم این آیه مبارکه پیرامون حضرت موسی علیه السلام و ساحرانی که به الله سبحانه و تعالی افترا میبستند. ساحران میگفتند که ما هم این کاری که تو انجام میدهی ما هم انجام میدهیم. این وحیی که برای تو می آید این درست نیست. و بالاخره برای حضرت موسی علیه السلام به عنوان ساحر و به عنوان ساحرا به حضرت موسی علیه السلام تهمت و افتراء سحر و تهمت افترا و بالاخره اینها را می زدن. هر پیامبری که آمد قومش او را به تکلیف کردن. او را گفتن تو ساحر هستی، تو جادوگر هستی. پس آنها وقتی که دروغ می گفتن و افترا می کردن،
الله سبحانه و تعالی میگه شما متوجه باشید که سرانجام این دروغ و تهمت و بهتان شما شکست هست، ناکامی است. این پیام قرآن هست. وقد خواب من افترا. خود افترا معانی زیادی داره، به معنای کذب، دروغ، به معنای شرک، به معنای ظلم، به معنای تهمت. خود افترا یعنی تهمت. الله تعالی می فرمایه و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. چی کسی ظالمتر هست؟ چی کسی ظالمتره از او کسی که افتراه میبنده بر الله سبحانه و تعالی؟ و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی ولم یوحی الی شیء. میایه ادعا میکنه که من پیامبر هستم و بالآخره به من وحی میشه، در حالتی که هیچ چیزی برای از وحی نمیشد. مسیلمه کذاب به دروغ ادعای نبوت و پیامبری کرد. چی کسی ظالمتر هست از او کسی که بر خدا افتراه میبنده، بر خدا دروغ میبنده، میگه از جانب الله برای من چنین گفته شد در حالتی که نشده باشه، من از جانب الله فرستاده شدم در حالتی که فرستاده نشده باشه. به اینه که الله سبحانه وتعالی در آیات زیادی اشاره میکنه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. کسانی که بر الله سبحانه و تعالی افتراه میبندن آنها چیه؟ لا یفلحون، رستگار نمیشوند. پس این پیامی که قرآن داره میگه متوجه باشه ای انسان وقد خواب من افترا. انسان که عادت به دروغ و افترا داره این شکست خورده هست، شکست میخوره. کسی که ملت را بازی بده به دروغ، کسی که جامعه را بازی بده به دروغ، کسی که انسانها را بازی بده به دروغ، کسی که با مردم فریبکاری کنه، کسی که افتراه ببنده و بالآخره به خاطر رونق بازار خود این شکست خورده هست. آیه دیگه میفرماید لا یفلحون، این کامیاب نمیشه، این رستگار نمیشه. پس انسان که عادت به دروغ و افتراه داشته باشه این شکست خورده هست. وقد خواب من افترا، شکست خورد افترا کننده. حالا وقتی ما نگاه میکنیم آنهایی که افتراه کردن، دروغ بستن نسبت به الله سبحانه و تعالی، آنها چی کسانی هستند؟ الله سبحانه و تعالی بیان میکنه یهود بر الله سبحانه و تعالی افتراه نمودن، دروغ بسته کردن و گفتن عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست، بچه خداست. و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. نصارا گفتن مسیح بچه خداست، نعوذ بالله. پس افتراه به الله سبحانه و تعالی از طرف یهود و نصارا، یعنی مسئله افترا، مسئله دروغ کار کیست؟ کار یهود هست، کار نصاراست. به خاطر حفظ قدرت، به خاطر حفظ چوکی، به خاطر حفظ مقام، به خاطر حفظ جگا و اینها آمدن دروغ بستن به الله سبحانه و تعالی. افترا به انبیاء علیهم السلام، خصوصا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم. به انبیاء ساحر گفتن، مجنون گفتن. به نبی کریم صلی الله علیه وسلم
خیلی افتراه بستن، خیلی حرفهای رکیک و خیلی حرفهای ناروایی به زبان آوردن. مشرکین رسول صلی الله علیه و سلم خیلی اذیت کردن. به رسول صلی الله علیه و سلم گفتن تو دروغ میگی، نعوذ بالله. به رسول صلی الله علیه و سلم گفتن تو را جن زده. به رسول صلی الله علیه و سلم گفتن تو ساحر هستی. به رسول صلی الله علیه و سلم نسبت کاهنیت دادن. کیها بودن؟ مشرکین، آنهایی که الله سبحانه و تعالی میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. پس افترا به الله سبحانه و تعالی، افترا به انبیاء علیهم الصلاة والسلام، افترا به اولیای خدا، به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. چقدر امروز دروغ های نسبت میدن به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، چقدر افترا، چقدر تهمت. به زوجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تهمت زدن، افترا، بهتان. پس حالا باید ما متوجه باشیم که این پیام قرآن هست. و قد خاب من افترا، اونایی که افتراه میبندن یعنی افتراه کننده شکست خورده هست. الله سبحانه و تعالی پیامبر خود پیروز کرد، فتح و ظفر و پیروزی نصیب پیامبر خود گردانید. پس افترا کار کیست؟ دروغ کار کیست؟ کار یهود و نصارا، کار مشرکین، کار منافقین. چی کسی به زوجه پیامبر تهمت زد به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها؟ منافقین. امروز چی کسانی تهمت میزنن؟ منافقین. با اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم ابوبکر و عمر و عثمان چی کسانی بد میبینن؟ منافقین. به صدر اسلام هم چی کسانی اونها را بد میدید؟ منافقین. پس تهمت و افترا و دروغ کار یهود و نصارا، کار مشرکین و کار منافقین هست. پس تو ای مسلمان وقتی که میگی من پیام قرآن را میشنوم، وقتی میگی من تربیت شده مکتب قرآن هستم، از افترا و دروغ بپرهیز. این راه شکست هست. کسی حق نداره که بگه که فلانی آدم بد است. کسی حق نداره به دروغ برای شخص تهمت بزنه، افتراه ببنده. الله سبحانه و تعالی برای ما میگه که وقد خاب من افترا. افتراه کننده کسی که افتراه میبنده این شکست میخوره، راه شکست هست. پس ما حق نداریم که اگر یک شخص مشکل داره ما یک جمعیت را متهم کنیم، به اونها افتراه ببندیم. یک کشور متاسفانه که بین جامعه ما بعضی از انسانها وقتی نگاه میکنیم یک شخص عیب داره و اشکال داره، کل کشور ازور، کل منطقه، کل ولایت، کل ولسوالی، کل قوم. پس به هر حال الله سبحانه و تعالی به حشر از ما سوال میکنه اگر ما به کسی تهمت زدیم، اگر به کسی افتراه بستیم، اگر به کسی دروغ گفتیم یا دروغی نسبت به الله گفتیم که الله چیزی نگفته بود ما گفتیم الله گفته، رسول صلی الله علیه و سلم چیزی نگفته بود ما گفتیم رسول الله گفته. اینا افترا هست، اینا تهمت هست. یک شخص یک سخنی را نگفته از زبانش ما حرف را بسازیم به جای دیگر انتقال بدیم، آخر سرنوشت چی میشه؟ سرنوشت شکست هست. اگر تهمت و دروغ و بهتان بود وقد خواب من افترا، شکست خورد افترا کننده. در روز قیامت اگر امروز به کسی افتراه ببندیم فلانی زناکار هست، اگر نبود در حشر شکست میخوری. اگر گفتیم فلانی قمارباز هست، فلانی فلان عمل زشت داره، شرابخور هست، اگر نبود
در حشر چی کسی میآید دست تو را میگیرد و تو را نجات میدهد؟ پس این پیام قرآن را هیچ وقت از ذهن خود فراموش نکنید که وقد خواب من افترا، شکست خورد افترا کننده. یعنی هر انسانی که در دنیا به راه افترا و دروغ برای شرک و ظلم قدم گذاشت، راهش شکست، نابودی و ذلت و خاری است. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که این پیام های قرآن را سرمشق و سرلوحه زندگی خود بسازیم. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدارتان. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجازه وحروفه